و جعلنا علی قلوبهم، ما گردانیدیم بالای قلبایشان اکنتا، پرده ها. از چه چیز پرده گردانیده؟ ای یفقهوا، از اینکه بفهمه مقصد و مطلب قرآن کریمه. چرا که این مردم اهلیتشان نداره، این مردم در ضد و در عناد گیر آمده. و فی آذانهم، در گوشایشان وقرن، گیرنگی است، کر است که قطعا حقیقتا نمیشنوه. یک معنی است. دوم، و فی آذانهم وقرا، آذان از یا پر شده، گپای مزخرف واهی، حکایات واهی، گپا در ذهنشان مکمل گرنگ کرده گوشه از یا دیگه گپای حقیقت شنیدن نمیتونه. از او خاطر یک تعداد مردم حکایات دروغین دیگران را که شنیده، قرآن شنیدن تحمل، چرا او ظرف خود وقت پر کرده، با چیزای واهی پر کرده، از او خاطر گپ حق برشان تاثیر نمیکنه. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، زمانی که یاد میکنی پروردگاری خدا، اوصاف کمالات الله را، فی القرآن، در قرآن کریم، وحده که یک و یگانه است، یعنی در عبادت هم یک و یگانه است، مستحق عبادت هم تنها است، طلب حاجات و حل مشکلات هم تنها از الله میشه، از دیگه کس نمیشه. علیم و حکیم و بصیر و صاحب تمام صفات کمال یک و یگانه کیست؟ الله متعال است. این را که یاد میکنی، والله علی ادبارهم، پشت دور میگردن با پشت خود، نفورا، نفرت کنان، سخت قار و غضبشان میآید. از آیات توحید اتر ترس داره که پرسان نکن. معامله دیروز امروز است. شما بری، من براتان میگم آیات توحید یک دفعه بخوانی، ولی در کجا بخوانی؟ در خانقاه. در خانقاه بخوانی که زنده میبره یا مرده. زنده میبره یا مرده. بعد از او امیر فقط بخوانی. الله متعال میفرماید که مردم نشانه و علامه شیسته که توحید الله را دوست نداره، عظمت الله را بیان کردن، بزرگی الله را بیان کردن این را دوست نداره. پیرش بزرگ بیان کو، قیوم زمان بگو، او بگو در درجه کمالی قدر رسیده که همی مرید خود در یک ثانیه در کجا میرسانه؟ در حق الیقین. بس دیگه آلی دیگه یک قدر قیمت پیدا کنی که پرسان نکن. در پای در سجده میفتن یا نمیفتن؟ تعجب است. عظمت الله رحم بکنه، عظمت رسول الله را بیان میکنی، دلشان خوش نمیشه، هیچ خوش نمیشه. لیکن یک دفعه در سر منبر برای بگو که امام ابو حنیفه رحم الله اینطور یک امامی بزرگ بود، یک مرتبه در کعبه داخل شد، حکایت دروغ جور کو، در کعبه داخل شد، نماز خوان 2 رکعت، یک رکعت با یک پای خدا بلند گرفته بود، دیگه پای یا مدح امام خدا میکنه یا مذمت امام خدا بیان میکنه. با یک پای عبادت کردن این مذمت است یا مدح؟ این مذمت است. بعد از اون نصف قرآن در یک پای خواند، نصف دیگر را در یک پای خواند. آوازی عاطفی شد که تو حق پورا کردی، برو تو رحم بخشیدم. خب کلگی که در پیروی توستم چی شده؟ خیر چرا این قدر عبادت میکنی؟ در این گرمی روزه میگیری، بخشیده شدی خلاص. قرار یک داده خو کنی، فقط یک خود حنفی کو خلاص. صحیح؟ در راجستر حنفی لیستی تا بده دیگه یک عبادت نکن. 40 سال در وضوی خفتن نماز صبح خوانده، میگه 40 سال 60,000 حج کرده. چند؟ تقسیم کنی که حج در 1 دقیقه میشه، در چند دقیقه میشه؟ تعجب است. تا کیه؟ بیا عظمت الله را بیان کن، بیا قدر و منزلت رسول الله را بیان کن، این بیان کن. از پیشت که سوال شده کدام مذهب هستی که بگوی محمد رسول الله، یک دم قاشش در میشه. اگر گفتی که من در مذهب حنفی هستم، آفرین. در مذهب پیغمبر که بگویی خفه است، در مذهب دیگه کس که بگویی الله رحم بکنه. نکنیم اینطور. نحن اعلم بما یستمعون به، ما میدانیم با آن چیزی که یا گوش میمانه، به با او چیز، از یستمعون الیک، زمانی که گوش میمانه به سوی تو، که به کدام نیت و مقصد گوشا را مانده. این مردم ها گوشانم یک روز که در مجلسی تا میای رسول الله به نیت درست نمیه، برای طلب حق نمیه، در این جمعه که یک گپ بشنوه باز بره او را شایع کنه، تبلیغات کنه. چطور میگم؟
یک روز آمده مولوی سی متوکل امام ابو حنیفه رحمه الله ری تربت گفت دشنام گفت. ما دشنام گفت امیالی دشنام دادم؟ نه، زبانی ما بریده شد که ما اوتر علما را دشنام بدیم نعوذ بالله. چرا؟ چی ضرورت داریم؟ نه، خود مقام پیغمبری نمیرسانیم شه. در مقامی کی؟ عالم است، عالمی برجسته است، معصوم نیست، خطا میشه، معصوم نیست. اما سخنش که موافق قرآن و حدیث است علی الرأس به سر رو چشم. لیکن این مردکت چون که از همی اول آمده به چی ششته؟ بگوی آمده به این خاطر که من گپه بگیرم. اینمی گپه که شنید غلی کده میبره، آلی دیگه شایع میکنه. اتر گپا را میگه که پرسان نکن. قرآن میگه نحن علمو ما خوب میدانیم بما یستمعون به او سخنایی که یا میشنوه گوش میمانه بی به او سخنا از یستمعون الیک زمانی که گوش میگیره به سوی تو و از هم نجوا در آن وقتی که یا پرت مشوره ها میکنه پس از شنیدن قرآن کریم. چی میگه؟ مشوره میکنه که حالی چی کنیم؟ والا خیلی مردم آمده بود در ترجمه کابل بیخی چپه کرد، چی کنیم؟ دیگر راه نداریم، امی راه را زیاد چی میکنیم؟ چی میگیم؟ کل گیر که بگویم که امام متوکل امام ابو حنیفه رحمه الله را چی میکنه؟ توهین میکنه. بچه ثابت میگه بچه ثابت. علمای بزرگ ما خطیبای مساجد ما شایعه پخش کرده بودن که در مسجد عبدالعظام مولوی متوکل امام ابو حنیفه رحمه الله چی میگه؟ بچه ثابت میگه. یک آدم کلان قماندان است، انجینر صاحب است، مرا میگه که مولوی صاحب والا در مسجد عبدالعظام درس داری خو یک کم امام ابو حنیفه رحمه الله را چی میکنی؟ توهین میکنی. چرا؟ الله نکنه، بچه ثابت گفته. ما برش گفتم انجینر صاحب بچه ثابت گفتن توهین نیست. مقام و منزلت امام ابو حنیفه رحمه الله نه از ابن عباس رضی الله عنه بالاست، نه از ابن مسعود رضی الله عنه، نه از ابن زبیر، بگه نه از ابن عمر. دوا کل چی میگه؟ ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس، ابن زبیر، ده کلش ابن بچه همین معنا را داره. اگر گفته باشه این توهین نیسته. خب سر ازوام امی گپ ما نگفته، انشالله درسای ما کلش ثبت شدگیست از اول تا آخره. نه اینطور آدم گفته که ویش دروغ نمیگه. کراب پیتل زنگ زد گفت جنابی مولوی صاحب می سخنه که تو گفتی واقعیت داره، تو شنیدی؟ گفت نه برای من کسی دیگه گفته. گفت تو مولوی صاحب متوکل امیالی پیشیم است. ما دیدم آوازش شناختم از جنابه. او جنابی عالم چی شده تو را؟ چی ضرورت است که توی گپ با او تر مقام بلند میگی؟ به خاطر چی میگی؟ هدفت چی است؟ اگر تو بگویی که نه این مردم سبب تحقیر شود، سبب ذلت شود، ما عقیده دارم به الله قسم که کل مخلوق یک جانب شود، این عقیده است. یک نفرم پشتیوانم نباشه خو الله مرا عزت بخواه، مخلوق عزت مرا گرفته نمیتونه. این عقیدم است. از او خاطر لحاظی کسی را در این مورد ندارم. قطعا اگر الله بخواه که مرا ذلیل کنه که کل دنیا و مخلوق جمع شود داده میتونه مرا عزت، به الله قسم اگر عزت داده بتونه. یقین و عقیده است نمیتونه. عجیب است. مشوره ها میکنه، گوشکانی است. برای چی مشوره ها میکنه؟ مولوی صاحبا جمع میشه میره میگه ترجمه بند شوه. چی بند شوه؟ راست تا نبگه. الله بسیار حلیم ذات نیست. تلویزیونی طلو بند نشوه، تلویزیونی طلو، کانسرت ها بند نشوه، هتل یورانوس رقص ها بند نشوه، ستاره افغان بند نشوه، خود ترجمه قرآن بند شوه. شما خبر داری که در کابل ملاها جمع شده بود رفته بود یک جای؟ بله در یک جای رفته بود. برای چی؟ برای از اینکه ترجمه بند شوه. مولوی متوکل باید در کابل ترجمه نکنه. صحیح است؟ در رادیو فاریاب یک خواهر به الله قسم اگر توالی را نامیشم بشناسم یا دیده باشم یا معرفت داشته باشم، خواهر غیرت کرده ترجمه قرآن کریم در رادیو میمانه. ملاها رفته در مرکز امو رادیو گفته که ترجمه را بند کن. بازو هم برش گفته که شما مسلمان خدا میگی اسلام یا نه که غیر اسلام؟ گفت نه ما خدا مسلمان اسلام میگیم.
گفت یا ایسته که از تذکیره تانم اسلام دور کنی، باز ما این ترجمه را بند میکنم، یا ایسته که انتقاد کنی کدام جایش خراب است، سند بیاری بعد از اون باز ما بند میکنم. باز میگه چادرای خود تکان داده روان بود. در این روزا باز در سرش جمع شده که این ترجمه باید بند شود، این ترجمه بند شود. الله بسیار حلیم ذات است، بسیار حلیم ذات است. ببینی زمانی که ملا بخیزه، عالم بخیزه و درس قرآن امن بکنه، دیگه چی باقی ماند؟ بگویه مشرکین مکه همی کار میکرد، کسی که عمل مشرکین مکه را بکنه دیگه چی باقی ماند؟ دیگه کسی که امام است، کسی که پیشوا است، کسی که تو سرش پشتش اقتدا میکنی. امیالی من برم در رادیو ترجمه مرا میمانه، اولین مانع کیست؟ ملا صاحب است. و اذ هم نجوا، الله خب میدانه در آن وقتی که یا نجوا مشوره های علیحده میکنه پس از شنیدن قرآن کریم، اذ یقول الظالمون، در آن وقتی که میگه ای ظالما، ان تتبعون، به مردم تبلیغات شایع میکنه که شما تابعداری نمیکنه، الا رجلا مسحورا، مگر یک نفری که وابسته، یک وابی را شما تابعداری میکنه. امروز هم گپ است یا نیست؟ با پیغمبر علیه السلام چی میگفت؟ شما تابعداری نمیکنه الا رجلا، مگر یک شخص را مسحورا، یکی سحر سرش شده؟ نه، این آیت ها در مکه نازل شده، در مکه سری پیغمبر سحر نشده بود. مراد از مسحور مجنون مانا داره ایجا. الا ان تتبعون، شما تابعداری نمیکنه الا رجلا، مگر یک شخصی را مسحورا که دیوانه است. چرا دیوانه برش میگفت؟ شما خبر داری؟ وجه دیوانه گفتن چیست؟ کلی مردم یک طرف، یک ملاقک پیدا شده دیگه طرف، کلی مردم یک طرف. محمد صلی الله علیه وسلم چی میگفت؟ یک نفر پیدا شده. علی راستی هم مترسه که کلی مردم یک طرف باشه، یک نفر دیگه طرف. دیوانه نیست؟ خب حتما دیوانه است که کلی مردم یک طرف باشه. از او خاطر میگفت دیوانه را شما چی میکنی؟ یک مسحورا به معنای فریب داده شده، این مردکه فریب داده شده. خب است مولی سے متوکل، خوب آدم است، لیکن فریب خورده. فریب داده شه. کی فریب داده شه؟ عربا فریب داده شه. اما تولی را یک عرب نمیشناسم، یک عرب ندیده. عجیب است. سوم ترجمه الا رجلا مسحورا، مگر اینطور مردکی که محتاج به خوراک به آب است، باید ملک باشه آدم تابعداری کنه. این خو انسان است، ما شما واری خوردن نوشیدن میکنه، از او خاطر تابعداری نکنه. انظر بی پیغمبر علیه السلام، این مردما بجای از اینکه سخنای تو را که وحی الله است این را تأمل بکنه، حقیقت حال دریابه، دنبال ازی بروه، شکر الله را بکشه که الحمدلله از مزخرفات، از واهیات، از شرک، از بدعتا، از گناه ها، از ظلما، از تاریکی ها مکمل ما برآمدیم، حقیقت حال خود شناختیم، خود شناختیم، دنیا را شناختیم، مسئولیت خود شناختیم، الله را شناختیم. با جای از اینکه گپا را بزنه چی میکنه؟ انظر بی کیف ضربوا لک الامثال، چه قسم بیان میکنه برای تو مثال ها را. گاهی لقب صابی برات میگه، گاهی شاعر برات میگه، گاهی مجنون برات میگه، گاهی ساحر برات میگه، گاهی کاهن برات میگه. چقدر لقب ها را براتان بیان میکنه. ما شما را لقب نمیده، وابیس. چی میگه برات؟ دیگه چی میگه؟ نه نصرانی هستی. دیگه چی میگه؟ نه یک حزب دیگه است، یک حزب دیگه. کدام حزب است؟ لامذهب. لامذهب، حزب لامذهب است. یک کتاب دین روز در دستم آمد، جناب حج و اوقاف وزارت به سطح وزارت تو را تایید کرده و یک جناب مفتی صاحب محترم که بیچارگک ترجمه کتاب یک عالم اردو را کرده و خوش آمسته که آلی امت نجات بده از گمراه شدن. کسی که تابعداری کتاب الله و سنت رسول الله را میکنه ایره گمراهی گفته. ایره چی گفته؟ و جناب مجمع علمی حج و اوقاف هم گپایش تایید کرده. کسی که در مجمع علمی حج و اوقاف نشسته، تو بیا امو سفر امو عبارت بخون که تو در کجا بیرسی. تو تاییدش کرده و گفته که فرقه لامذهبی وهابی پیدا شده مردم گمراه میکنه. کدام فرقه را میگی؟ ما یقینا تابعدار یک مذهب نیستم، تابعدار رسول الله صلی الله علیه و سلم. خود پابند یک مذهب نمیدارم. مرا میگی؟ من خود تابع کتاب الله و سنت رسول الله هستم. اگر عمل کردی مرا، گفتاری مرا گمراهی میگی، خود تو کافر میشی. چرا من بجز از کتاب الله و سنت رسول الله به چیزی دیگری دعوت ندادم و نمیدم.
پس این اگر گمراهی باشه خود تو گمراه شدی دیگه. چطور فتوا داده به سطح رسمیت ده حج اوقاف و کتاب حالی مفت توزیع شده رایسته، چاپ شده رایسته. خب اگر کسی بدونه دمونجا دم یک صفحه در صفحش انشاءالله تناقض قولش چی هسته؟ اونجا گفته حدیثه که بسیار با افتخار گفته که حدیث اینه در زیر ناف آمده، لیکن اون حدیث خود ضعیف است، کلگی میگه تو هم ضعفش هم بیان نمیکنی، کتمان میکنی و دروغ گوی. باز بعد از بالایش حدیث بخاری شریف آمده که پیغمبر علیه السلام صحابه میگه که ما مامور میشدیم که بگیریم دست از کجا؟ از ذراع. پیغمبر علیه السلام دست سر کف سر رسخ از سر ذراع مانده. خو عالم تو که دمی کتاب نوشته که زیر ناف همینجا دستی تا بگی که زیر ناف میره یا نمیره؟ مرد باشه کسی استاد چه زیر ناف ببره ولی از ساعد بگی تناقض در قولت میاد و بدبخت نمیفهمی تو. این کار نکو، بجای از اینکه زد کار بکنی بگو که بله حدیث آمده ایام اینی ضعیف است، اینی حدیثی که زیر ناف است عالم خودی حنفیت گفته که اجماع شده که حدیث ضعیف است. از این خاطر استدلال ده چی کده؟ بگوی در عرف و عقل کده. در کتابای فقه چی گفته؟ که در عرف و عقل اینجا حدیثات تعارض آمد، در عرف و عقل میریم، در عرف و عقل دست در زیر ناف گرفته میشه، لیکن خطا شدن بیچاره. چرا؟ به خاطری که در عرف دست در کجا گرفته میشه؟ در عظیم کی میکنی؟ تو یک نفر برای تعظیم اینجا دستی تا بگی که باز چپیلاک کاری میکنه یا نمیکنه. منظوری ما این است که نعوذ بالله امام ابو حنیفه رحمه الله یک حدیث برش رسیده دیگر نرسیده. ما سریع علما بالکل گمان نیک داریم که مطابق حدیث عمل کرده، حدیث صحیح برش نرسیده سری از عمل کرده. اگر برش میرسید امام ابو حنیفه رحمه الله اولین شخص بود که سری حدیث صحیح چه میکرد؟ عمل میکرد. خب به ما رسید الحمدلله عمل میکنیم. او تو همونطور بگذار حدیث صحیح را بگذار پشت حدیث ضعیف دویده برو که باز انجامت چی میشه؟ در اونجا با سوال امام ابو حنیفه رحمه الله از پیش میکنه یا منکر و نکیر که چی برات بگویا و من نبیو که بگویا برات. باز تو جواب بگو که نبی کیست؟ امام ابو حنیفه میگی نمیتونی و اما امام که سوال نمیشه. انظر کیف ضربوا لك الامثال، ببین چه قسم بیان میکنه برای تو لقبا را. فضلوا گمراه شدن، چرا که حق تو را نشناختن، مرتبه و مقام منزلت تو را نشناختن. بجای از اینکه شکرگزاری میکردن قدر و منزلت تو را میشناختن، یقینا لازم میگرفتن تو را، سخنای تو را، تعلیمات تو را، هدایات تو را که سبب سعادت و نیکبختیشان میشد. بجای از این شروع کردن به لقب ماندن. امروز همون طور است. در سر قبر که گفتم که آرش سفیدا شما چرا اینطور میکنی، یک دم مردم چیکت آتش سرش لگید. فضلوا گمراه شدن، فلا یستطیعون سبیلا، توان نداره از راه حق. چرا نداره؟ در ضد گیر آمده، ننگ گیر آمده، حالی در راه حق نمیه. و قالوا گفتن اذا كنا عظاما، زمانی که ما استخوانا شویم و رفاتن ریزه ریزه، اینا لمبعوثون، آیا ما زنده کرده میشیم خلقا جدیدا، ما یک مخلوق جدید. خب ما کنه شدیم، استخوانا پاش شده، این چه قسم شوه؟ ایره شبهه میگه شبهه. چرا؟ ما پیش براتون گفته بودم که انسان همیشه چی میکنه؟ بگوی الله را قدرتش نعوذ بالله سری کی قیاس میکنه؟ سری خود انسان. نمیگه که او خالق است، من مخلوق هستم. خالق و مخلوق بگوی برابر شده میتونه؟ کلا قطعا برابر شده نمیتونه. چرا این کار کنم؟ انسان الله که ما را عذاب میده همونطور عذاب نمیده، به خاطر عذاب میده که ما از همین امکانات کار نمیگیریم، استفاده نمیکنیم. اگر استفاده کنیم زمانی که بهار میشه درخت میبینم برگ، سبز برگ، پسان در تابستان میوه، گل، رنگ میآید. زمستان بر ازی درختها سعی میکنم خشک است، هیچ چیزام نیست، از نشو و نمون باقی مانده. هر بهار بر ما چیست؟ دلیل زنده شدن بعد از مرگ است. دلیل چیست؟ وقتی الله متعالی درختها را در این خشکی خود پس در این تازگی میاره، انسان پس امی قسم آورده نمیتونه؟ بالکل میتونه. هر بهار دلیل است. ما تعامل نمیکنیم. ولقد زرعنا چیست؟ لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب. اونو طور مردم هسته، کسایی که قلب و گوش و نظر کار نمیگیره، تعامل نمیکنه، قدرت الله را سری خود قیاس میکنه. همین گپا میگفتن.
و قالو گفتن اذا کنا وقتی که ما شوی عظاما استخوانا و رفاتا ریزه انا لمبعوثون آیا ما پس زنده کرده میشیم خلقا جدیدا ای خلقی مخلوق نو کی ما خود ریزه شدیم. بعضی چی میگه در بحر مایا خورد آتش در گرفت خاکستر شد گرگ خورد چه. الله متعال چی میگه این خب بسیار آسان است. چرا اگر ریزه شود خاک میشه چی میشه او خاک قابلیتی چی را داره حیات و زندگی را داره. چرا در زمینی قدر درختها و گیاها زنده نمیشه نمیشه نه جنابا خاک خو مواد حیات داره ماده حیاتی داره. اگر سنگ شوی آیین شوی پس چی میشه. قل بگوی پیامبر علیه السلام کونو حجارتا شوی شما سنگا او حدیدن یا آیین خدا جور کنه بازم او خلقا یا ایتر مخلوق خدا جور کنه مما اوتر مخلوق یک برو فی صدورکم که بسیار بزرگ معلوم به نظر می آید. چی مانا زنده شدن از او فی صدورکم در ذهنهای شما. کدام چیزی که در ذهنتان خیلی بعید معلوم میشه زنده شدنش امو مخلوق خدا جور کنه بازم الله شما را چی میکنه زنده میکنه. خاک خود چی میکنی خاک ماده حیات داره درختها دیش سبز میشه گیاه ها سبز میشه. نه او چیزی که در ذهن شما ایج حیات ماده حیات نداشته باشه ایج امکان در نظر شما نداشته باشه که انسان شود. سنگ جور شویم پس الله شما را چی میکنه انسان جور میکنه. فسیقولون من یعیدنا باز شبی دیگه پیدا میکنه کی است کدام ذات است که ما را پس میگردانه. اگر امکانی پیدا شدن باشه خب امکانی پیدا شدن خب این ثابت شد پیدا کننده کیست. فسیقولون زود است که در سوال خود بگویه ای کیست من یعیدنا کدام ذات است که ما را اعاده میکنه. قل برش بگو تعالی را نمیفهمی بیچارگک الذی امو ذاتی که فطرکم اول مرتين اول که تو را پیدا کرده. اول تو چی بودی قطره آب منی بودی آب منی. از کجا در کجا رفتی در کدام محل نشو نمو کردی. این پرزه های متنوع ماشینی وجودی تو را کی اونجا چی کرد ترتیب و تنظیم کرد فکر کرد که تو یک انسانی سمیع و بصیر جور شدی. امو ذاتی که اول تو را پیدا کرده بازم اون میگردانه.